بچه‌ها، من قضیه امشبم اینه که فردا میخوام بریم تولد و من باید خیلی خوشگل باشم، چون تولد یکی از صمیمی‌ترین دوستامه و تولد خواهرشه، تولد خودش نیست، تولد خواهر کوچیکشه که اسمش رونیاه. خیلی هم خوشگله، خیلی هم اینگولی برنگولی و قرتیه. پس بریم که آماده شیم، پوستمون و موهامون اینا رو بر کنیم و آماده کنیم که آره دیگه بریم. یه لحظه صبر کنید، بذارید من چیزی که واسه صورتم استفاده میکنم و بیارم بهتون نشون بدم. خب بچه من برگشتم. این چیزی که من استفاده میکنم که میدونی دست میریم و همین الان از همون بیرون میادم و من میبارم به صورتم میشورم میام چه. خب بچه ها من کارمو کردم و الان باید بریم دوباره یه کارهای دیگر رو انجام بدیم. من بیایید بچه ها، این مهمونی هم نیست، تولد خیلی واسه من مهمه، پس باید خیلی جدی کار کنیم و جوری کار کنیم که خیلی زیبا به نظر برسیم. ترکیب بذارید فکر کنم ببینم دیگه چی میخوایم. یه لحظه وایسید بچه ها. فهمیدم. بعدش یه دونه دستمال مرطوب میکشم زیرش پوستم تا قشنگ مطمئن بشم که همه کفش رفته. الان دستمال مرطوب خودشم میکنم کف داره ها، ولی دیگه بچه میدونی چه براق شد پوستم؟ خوبه. حالا با حوله گشادم فکر کنم دیگه پوستم حله. بریم مرحله بعدی. این گیر کرده. خب مرحله بعدی موهامون رو میبافیم. یه لحظه بچه ها، دستم گرفت. دستم مرطوبه ببینید دیگه معلومه این غیر از کوچولو هست. خب بعد آره دیگه بریم موهامون رو ببافیم. بذارید کش بیارم. خب بچه ها، من کشم آوردم. واسه چیز بذارید درشون بیارم. بچه از اونجایی که من اینقدر کش دارم باید از این کش گشادایی که 4 بردارم، چون موهام زیاد خیلی موهام زیاده چیز کنم یهویی در میره. این 3 تا، اینم 4 تا. خب من اینا رو جمع کنم بیام خدمتتون. خب بچه ها، اول همون رو باید به هم بریزیم. یکم به هم ریختگی هم نه، ولی اینجوری مثلا یکم شلختش کنیم. اول این چتری خود رو جدا میکنیم که از موهامم بلندتر هستش. خب اینو یه گیره از این بالا میزنیم تا با موهای خود قاطی نشود. ای وای، بذارید درستش کنم. بیا بچه شبیه پیازچه شدم. اینجا مونده. فکر کنم چرا اینجوری بایسته. ولش کن، بذار گیره بزنم. بچه الان دیگه دقیقا شبیه پیازچه شدم، ولی به کارمون ادامه بدیم. الان میام بچه. عالی، من اینجوری بستمش و آره حالا شروع میکنیم به بافتن.
چرا؟ خب بستیم اینو ما. حالا اینکی رو میبافیم. خب بچه ها من موهامو بافتم و برم لباسم بپوشم الان و آره دیگه فردا میبینمتون. البته هنوز لباس خوابم رو بهتون نشون ندادم، اونا رو نشون بدم بعد دیگه بای بای تا فردا. یه لحظه بایستید بچه ها. لباس خوابم اینه، هم شلوارمه، اینو یادمون رفته درش بیاریم. اینو حالا میدیم به پشت و اینم در میاریم. این همه چتریه ها میدیم پشت گوشم. شبتون بخیر. فردا میبینم.